امروز شما قطعی دندانای سفید میکنیم برف باری. زبنای پستا در کار میشد، لیمون، پرکس ودرات و سودا در کار میشد و یک قاشق کلان آب جوش در کار میشد. خودم شوشته تازه کرده دندانامو نشون بدیم برادرها تا آخر بینید. یکم یک قاشقچه میده چای سودا خوش میکنیم آب. دویم یک قاشقچه میده پرکس ودرات خوش میکنیم. نبینید منه. و یک قاشق کلان لیمون میریزید. بینید منه. دیدید می چخیل ریاکسه یک دیگرش به ریاکسه دادوست. می یک قاشق کلان ریزید میشد منه. آخر به یک قاشقچه میده زبنای پستا میپرتاید. درون زبنای پستا سفید باشد. همین خیلی یا نسیم یا کی کلگه وای زنبور وای کو. یعنی تیار بیرون برآمدم خودم نشون میدم چخیل میشوید. یک مینوت پیشه. با یک بار دیگه میاندازید. یک مینوت بره آنه. یک مینوت بره. با یک بار میاندازید. یک مینوت این طرف منه. یک مینوت. با یک بار دیگه میاندازید. یک مینوت این خیلی ها. یک مینوت نخل. یک مینوت نخل. یک مینوت نخل. هیچ نترسید. یا 5 منت وقتم برآوردم شکیدن گرفت که تازه شود باید. بیشتر از نشون میدیم. تیار هستم نشون میدیم من. دیدید می؟ یک هفته بعد 2 بار 3 بار کرده گردید خدا خواهد دندانوی ایکو تاپ تازه میشد برادرو. دیدید می دوستان من شما به ضررم نمیرسد. یک هفته بعد 3 بار خطیه بشته گردید. دیگر روزا من این خیلی پسته عادی قطعی هر سحر نشویدم بیگانه یک بار شستن در کار. دندانه بسیارتر شکل یا خیلی اون تو میکنه تمام بس میگه بسیارتر شکل دندان سفید میشد. کسی پادپیس که نشده باشد یک تا پادپیس که زیر کنیتون 300-400 سومون پول جمع کرده استودم برای یک پادپیس که هم تو یافته خدا خواهد پدرک میکنم. تاجیکستان ولایت سو ناحیه ظفرآباد توصیه بی پول شما غلام جان 93 همه وقت تاجیکستان به پیش.